حبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. سروران گرامی، حضار ارزشمند، علماء بزرگوار، طلاب عزیز و دوست داشتنی، مردم دیندار و ایماندار، ریشسفیدان، معتمدین، تحصیل کردگان، جوانان، برادران، خواهران، قبل از هر چیزی الله عز و جل را، الله مهربان را، اللهی که هر چی داریم او به ما عنایت کرده، به ما ایمان داد، به ما دین داد، به ما قرآن داد، به ما راه درست را راهنمایی فرمود، به ما محمد صلی الله علیه و سلم را عنایت فرمود. الله را سپاسگزاری می‌کنیم و تشکر بر این توفیق که امشب من و شما در این مسجد بزرگ، در این خانه امن الهی، در این سجدگاه مسلمانان، در این محل عبادت جمع شدیم به نسبت دین. خیلی نسبت والایی است، به نسبت ایمان. مردم برای چیزهای بسیار بی‌شفا افتاده جمع میشن، برای اغراض و اهداف بسیار مختصری جمع میشن. اصناف مختلف، افراد مختلف، گروه‌های مختلف، به مناسبت‌هایی که اصلا ذکرشون اینجا ارزش ندارد. اما من و شما به نسبت دین، به نسبت ایمان، به نسبت محبت الله عز و جل اینجا جمع شدیم و این توفیق را رب به ما عنایت فرمود. از الله عز و جل بخواهیم، دعا کنیم رب این حضور را به بارگاه خودش قبول بفرماید و رب سبحانه و تعالی این را در حسنات اعمال ما بنویسد. عزیزان، عمل اگر چه مختصر باشد، به ظاهر اندک باشد، اما اگر برای الله باشد، برای رضای مولا باشد و قبول درگاه او واقع بشه، یک عمل کوچک برای نجات انسان کافی است. ما مثال های زیادی در
روایت ها داریم، همیشه علما ذکر میکنن، همیشه شما میشنوید یک انسانی صرفاً و صرفاً به خاطر این مورد آموزش قرار گرفت، عملی در چنته نداشت، فقط و فقط به خاطر این مورد مغفرت رب قرار گرفت که یک سگی را از هلاکت و از تشنگی نجات داد، با کفشش از چاه آب کشید، این حیوان نجات پیدا کرد. الله عزوجل همین عمل را پسندید، همین عملی که با صدق دل باشد. در روایتی داریم یک انسانی از یک جای رد میشه، یک انسانی که نامه اعمالش خالی هست، حسناتی ندارد، چیزی ندارد، از یک جای رد میشه، میبیند که درختی هست و شاخ درختی آویزان هست و هر کسی رد میشه اذیت میشه، آسیب میبیند، لباسش، بدنش اونجا یا زخمی میشه، بدنش یا لباسش پاره میشه. این انسان به خاطر اون حسی که در وجودش هست نسبت به انسانها، نودوستی که دارد، حس نفرسانی که در وجودش هست، میره آلی را یک قیچی را بیاره این شاخ درخت را قطع میکنن. الله عزوجل به خاطر همین کارش، همین عملش او را مورد آموزش قرار میده. میخوام این نکته را عرض کنم که گاهی انسان عمل بسیار کوچکی انجام میده، اما با صدق دل و خلوص قلب برای رضای مولا همین عملش مقبول درگاه رب العالمین میشه و این انسان سرنوشتش رقم میکنه. لذا این عرض کردم که دعا کنیم خدای عزوجل قبول بفرماید و بعد از این، بعد از شکر الله عزوجل، من تشکر میکنم از برادرانم، از عزیزانم، از سروران، از علما، از مدیریت این مدرسه خوشنام و همچنین پرسنل زحمتکش، مخلص، علما، مدرسین، اساتید که اکرام فرمودند، محبت فرمودند و اکرامی که ما را کردن خدا بهتر میدونه بیش از حد ما بود. ما در این جایگاه نیستیم، اونطوری که این مولوی بزرگزاده عزیز، مجری عزیز مولانا حافظ عتیق العالم فرمود خدا بهتر میدونه که تواضع نیست، ما در این حد نیستیم، ولی اینها بالاخره مهمان نواز هستند و از محبت اینها، از پذیرایی اینها، از استقبال اینها، از لطف و مرحمت اینها، از محبت شما مردم اینجا نشستید و به سخنان الکن بنده گوش میکنید، از همه شما تشکر میکنم و در مقابل این محبت از رب برای خودم و همه شما مغفرت میخوام. الله همه من و شما را ببخشد. و اینجا سزاوار بود، اینجا علمای بسیار بزرگی هست که بنده زیاد جرأت سخن گفتن در حضور اونها ندارم. بسیاری از اینها جایگاه اساتید در، بسیاری از اینها یا یکی از اینها حضرت مولانا سید عبدالکریم حفظه الله استاد بنده است، نه تعارفاً. بنده کتاب میزان الصرف را خدمت ایشون خوندم در سالهای دهه اول 60 و ایشون نشستن، من اینجا لبگشایی میکنم الله عزوجل ما را ببخشد و دستور بود سخنان مختصری خدمت شما عزیزان عرض میکنم. دعا بفرمایید اون چیزی که مورد رضای مولای ماست و اون چیزی که خیر دنیا و آخرت ماست الله تعالی به زبان و به ذهن بیارد و به همه من و شما توفیق عمل عنایت بفرماید. عزیزان گفتنها زیاد هست، خیلی ها میگویند، مینویسند، این روزها واتساپ ماشاءالله از اول تا آخر بعضی
گروه ها همش موعظه، همش قرآن و سنت. مردم ماشاءالله اینقدر آگاه هستن، واتساپ ها مفتی هم، همه فتواها از این واتساپ ها حتی میگیرند و مسائل خودشون را از اینجا دریافت میکنن. منظور از نظر علم و آگاهی و اطلاعات کمبودی نیست در میدان عمل، همه ما میلنگیم. خدا ما را عامل بگرد. عزیزان، شرایط دنیایی که من و شما زندگی میکنیم برابر نیست، درست نیست. الله عزوجل در این دنیا به ما خیلی احسان فرموده، خیلی نعمت عطا فرموده، خیلی لطف کرده. بالخصوص نعمت ایمان که هیچ نعمتی برابر این نعمت نیست. ایمان یعنی حیات، ایمان یعنی زندگی و کفر یعنی مرگ. کسی که ایمان ندارد یعنی مرده هست و کسی که ایمان دارد یعنی زنده هست. قرآن میگه افمن کان میتا فاحییناه، اونی که مرده بود ما به او حیات دادیم. یعنی چه؟ یعنی وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس، نور ایمان بهش داریم. کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. لذا خدا به ما ایمان داده و قدر این نعمت را انسان بعد از مرگ می‌داند. خیلی ها که الله عزوجل به اونها چشم بصیرت حکمت دادن در همین دنیا می‌بینند، می‌دانند، می‌فهمند. اما ما ایمان بالغیب داریم، واقعیت‌ها در عالم غیب هستند، پشت پرده هستند. اگر به ناس پرده برداشته بشه ایمان بالغیب نمیشه. وقتی که چشمها را فرو ببندیم از این دنیا واقعیت را می‌بینیم. لذا این نعمت ایمان نعمتی هست که بالاتر از همه نعمت‌های دنیاست. اما در کنار این نعمت ایمان نعمت‌های زیاد مادی و معنوی الله به ما عنایت فرموده. اما مشکلاتی که بالخصوص در این سالهای اخیر انسان‌ها با اونها مواجه هستند، مصائبی که ما بندگان خدا با اونها مواجه هستیم، چه مسلمانان چه غیر مسلمان، معلوم میشه که این رب مهربان از ما راضی نیست، خوشنود نیست، عملکرد ما درست نیست. انتظاراتی که الله از ما دارد، قرآن و سنت از ما دارد، اون انتظارات به جا آورده نمیشه. بررسی بفرمایید در سالهای اخیر چه حوادثی، چه اتفاقاتی، چه مصائبی، چه مشکلاتی یا میبینیم یا میشنویم بر برادران ما، خواهران ما، بر انسانها میاد. عزیزان جای تفکر دارد. باید مقداری بیندیشیم. آخر چرا؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم در رابطه با کسوف و خسوف فرمودن گاهی خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی میشه. فرمودن اینها دو تا آیه از آیات الهی هستند که هر وقتی که این آیات ظاهر میشه معنیش اینه که جهان از اون سیر طبیعی که دارد مقداری الله عزوجل از اون سیر طبیعی جهان را به سمت دیگه غیر طبیعی میبره. نور خورشید به صورت غیر طبیعی گرفته میشه، ماه گرفته میشه، عالم تار میشه، سیاه میشه. لذا رسول الله فرمودن اینها آیات الهی هستند. بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی تضرع، بشتابید به سوی دعا. معنیش اینه که هر وقتی که دنیا از اون حالت طبیعی و سیر طبیعیش خارج میشه ما باید به سوی الله رجوع کنیم، ما باید برگردیم. دلیلش چیه؟ علتش چیه که دنیا داره اون حرکت طبیعیش را از دست میده، غیر طبیعی میشه، انسان ها هلاک میشن. دلیلش چیه که الله عزوجل این زمین را که قراری برای ما قرار داده، این زمینی که روی این زمین آرامش داشته باشیم،
گاهی این زمین آرامش را همین زمین از ما میگیرد. برای ذره‌ای، برای لحظاتی، برای ثانیه‌هایی تکان میخورد، عالمی زیر رو میشه، هزاران انسان کشته میشه. آخر به این فکر میکنیم؟ اینا همه به صورت طبیعیه. دلیلش چیه که چند سال یک بار یک سونامی میاد که شهرها را از بین میبره؟ دلیلش چیه که گاهی باران میاد و بالخصوص امسال سیل تمام دنیا را تقریبا، بالخصوص کشورهایی که همجوار ما هستند، سیل چنان در نوردید و چنان نابود کرد که مزارع از بین رفتن، مواشی و حیوانات از بین رفتن، انسانها را با خود برد، امامها و امامزاده ها را از بین برد، هیچ کسی را باقی نگذاشت. دلیلش چیه عزیزان؟ آیا این فکر کردیم؟ دلیلش چیه که چندین سال هست طوفان‌هایی می‌آید در تمام بلاد؟ هم اینا در بلاد ما گاهی اطلاعاتمون ضعیفه، در بلاد کفر گاهی خیلی شدیدتر میشه، گاهی آتش سوزی تو جنگل ها میشه، ماها طول میکشد که اینا رو خاموش میکنند. گاهی طوفان تو آمریکا میآید، شهرها را از بین میبره. گاهی فیلیپا میاد، تیمهاشون را میبینیم. از عزیزان چند سالی هست که ما حوادثی میبینیم، اتفاقاتی میبینیم و میشنویم که گذشتگان ما کمتر دیدن. این کرونایی که اخیراً آمد و انسانیت را به زانو نشاند، سبحان الله، شروع کرد از اون کشورهایی که دم از پیشرفت و تمدن و تکنولوژی. امروز چین حرف اول را در تکنولوژی دارد میزند، از اونجا شروع از کشورهای عقب مانده و جهان سوم و کشورهای آفریقا شروع نشد، از گرسنگان و بی‌سرپناه‌ها شروع نشد. بیشترین تلفات این قدرت الله است، ولی ما فکر نمی‌کنیم. بیشترین تلفات، بیشترین ضربه ها را به پیشرفته ها زد. اونقدر که چین تلفات داد، اونقدر که اروپا تلفات داد، اونقدر که آمریکا تلفات داد، اونقدر بقیه تلفات نداد. و حتی آقای ترامپ اون زمان که رئیس جمهور بود یک روز عاجز شد، شاید شنیدید تو اخبار آمد، به مردم گفت که یک شنبه برید کلیسا دعا کنید. اینایی که اعتقادی نداشتند و ندارند این چیزها، ولی انسان وقتی که عاجز میشه به اصلش برمیگرده. لذا عزیزان این حوادث را، این اتفاقات را ما تو عمرمون ندیدیم، نشنیدیم. الان چیزای عجیبی داره ظاهر میشه. آیا فکر کردیم دلیلش چیه؟ آیا با وجود این پیشرفتی که ما داریم، با وجود تکنولوژی که ما داریم، با وجود بیمارستان هایی که ما داریم، با وجود پیشگیری هایی که ما داریم، با وجود امکاناتی که ما داریم، ما عاجز داریم میشیم؟ و عجیب اینجا بود، فکر میکردیم که اگر به این کشورهای عقب مانده بیاد یا به این شهرهای ما مظلوم ها بیاد که ما هیچی نداریم نسبت به اونها، چی میشه؟ ولی دیدیم کشورهایی که در جوار ما بودند و امکاناتشون از ما ضعیفتر بود، مثل پاکستان و افغانستان، اینا تلفات کمتر دادن. ما گفتیم خدا نکنه زاهدان بیاد. اگر زاهدان بیاد، بعضی از محلاتی هستن اونجا عزیزانی که بودن، محلات قشر ضعیف، اونجا مردم با سختی زندگی میکنن، اینها دیگه به صورت عمومی از بین میرن. ولی عجیب بود تو این شهرها وقتی آمد همون محلات مرفه نشین آسیب دیدن، اون ضعفا آسیب ندیدن. سبحان الله، نمیدونیم رمز چیه، سر چیه. عزیزان الله عزوجل داره قدرتش را نشون میده. و اما این آیاتی که ما میبینیم، علائمی که ما میبینیم، نشاناتی که ما مشاهده میکنیم، چرا به اینها فکر نمیکنیم؟
چرا ما نسخه را، حکمت را، دستور را، راهکار را از قرآن، این کتاب راهنما، این کتاب جاودانه، این کتابی که ما معتقدیم تا روزی که انسان هست این کتاب بهترین راهنما و بهترین هادی است، چرا از قرآن ما راهنمایی نمیگیریم؟ چرا ما از قرآن هدایت نمیگیریم؟ الله عزوجل در قرآن کریم بیان می‌فرماید که ای انسان ها، من مسائل را برای شما میارم تا اینکه شما فکر بکنید، شما بیندیشید، شما به من برگردید. در این جایی می‌فرماید گرچه آیه بیشتر مصداق اونجا منافقین هستن ولی محمل آیه عام هست. الله می‌فرماید همیشه من شما را مورد آزمایش قرار میدم. چرا بندگان من توبه نمی‌کنند؟ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين؟ آیا نمی‌بینند هر سال یک بار دو بار مورد امتحان واقع میشن، مورد آزمایش واقع میشن؟ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. چرا بعد توبه نمی‌کنند؟ چرا پند نمی‌گیرند؟ الله عزوجل به ما میگه در این آیاتی که تلاوت کردم در ابتدا، به ما میگه ایمن نباشید، بیغم نباشید، خاطرجم ننشینید، به تعبیر ما خامطمع نباشید. الله عزوجل در واقع در قرآن کریم حکمت را بیان فرموده. ببینید این یک نکته. از طرف دیگر اون چیزی که ما انسانها را تهدید میکند چیه؟ دنیا فکر میکنه که ما اگر امکانات داشته باشیم، رفاه داشته باشیم، ابزار داشته باشیم، وسایل داشته باشیم، ما کمتر مشکل خواهیم داشت، در حالی که عرض کردم با توجه به دلایل و شرایطی که داشتیم مشکلات ما بیشتر شد و کم نشد. هرچی که بیمارستان ها بیشتر میشه، مراکز بهداری بیشتر میشه، پیشگیری ها بیشتر میشه، از نظر طب و پزشکی پیشرفت میکنیم، مریضی ها بیشتر میشه، بیمارستان ها مملو از جمعیت، انواع مریضی ها که تازه داریم اسمشون را بیشتر. هرچی که مسائل امنیتی بیشتر میشه، پلیس بیشتر میشه، دوربین ها بیشتر میشه، جرایم بیشتر میشه، مسائل بیشتر میشه، جنایات بیشتر میشه. آخر دلیلش چیه؟ آیا راه حل همینه که ما داریم انجام میدیم؟ انسان اول و آخر فکرش به مسائل مادی است. فکر میکنه که با مسائل مادی، فکر میکنه که با مسائل رفاهی این مشکلات حل میشه. نه خیر عزیزان، بیاین حل مشکل را از اون ذاتی بپرسیم که اون ذات این انسان را آفریده، نسبت به مشکلش خوب واقفه. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا اون ذاتی که آفریده، اون ذاتی که پیداش کرده، اون نمیداند؟ اون لطیف است، اون لطائف و ظرافت ها را میداند، اون خبیر است، از همه احوال واقف و باخبر است. از اون حل مشکل را بپرسید. الله عزوجل انبیاء را فرستاد. ببینید انبیاء چیکار کردند؟ این اصلا تکنولوژی و وسایل و امکانات و رفاهیات و اینا نیاز ماست، اینا را انکار نمی‌کنند، اما مشکل ما تو اینها حل نمیشه، برای اینها تلاش می‌کنند. اما ببینیم انبیاء از کجا کار را آغاز کردند، انبیاء چگونه شروع کردند، انبیاء با مشکلات، با مصائب چگونه برخورد کردند، انبیاء چگونه انسانها را ساختند. الله عزوجل معلم انبیاء است. انبیاء، هیچ یک از انبیاء، نه تنها رسول الله صلی الله علیه وسلم که النبی الامی میگویند، همه انبیاء تعلیم یافته مستقیم از پروردگار است. الله تعالی هر جا ذکر می‌فرماید که ما به انبیاء علم داریم
وعلم آدم الاسماء كلها. الله تعلیم داد. به داود علیه السلام میفرماد وعلمناه صنعة لبوس لک. درباره نوح علیه السلام الله میفرماد ما به او یاد دادیم چطور کشتی را درست. به رسول الله الله میفرماد وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله علیک. ما به تو تعلیم دادیم. معلم انبیا مستقیما الله است. پس اون روشی که انبیا دارن، مسیری که انبیا دارن، راهکاری که انبیا ارائه میدهند، اون از طرف الله، اون از طرف اون ذات لطیف و خبیر است. لذا بیاییم حل مشکلاتمون را بررسی بکنیم، ببینیم انبیا چگونه اصلاح کردن، انبیا چگونه هدایت کردن، انبیا چگونه انسانها را راهنمایی کردن. به عنوان مثال قرآن مجید از اول تا آخر ذکر می کنند منکرات را، معاصی را، مظالم را، مفاسد را. اینها را الله می فرماید که اینها به ضرر شماست. ما فکر می کنیم مثلا عرض می کنم ما معاملات ربوی انجام بدیم مال ما بیشتر میشه. قرآن میگه نمیشه، نابود میشه. یمحق الله الربا. خداوند ربا به ظاهر 10 برابر میگیری، 100 برابر میگیری، الله میفرماید نابود میشه، مال از بین میره. همه من و شما تو زندگی خودمون تجربیاتی داریم، دیدیم افرادی که در این مسیر بودن چطور کمرشون شکست. ما فکر میکنیم ما وقتی که کلاهبرداری بکنیم ما موفق شدیم، در حالی که ضربه را چنان میخوریم که احساس نمیکنیم از کدوم سمت. ما فکر میکنیم وقتی که ما ظلم میکنیم، بر مردم ستم میکنیم، وقتی که ما مردم را فریب میدیم، خیلی صورت ها هستن. یه عزیزی قبل از نماز یادآوری کرد یک صورتش را، تنها یک صورتش نیست، این تکفیف و کمکاری و کلاهبرداری و خیانت به مردم در معاملات، چه در کیل و وزن باشه، چه در بنزین باشه، چه در پروژه هایی که قرارداد میبندیم، چه بالاخره به صورت معماری باشه، خیلی زیاد جامعه پر اینا رو مردم برای خودشون زرنگی میدونن، اینها رو برای خودشون هنر میدونند، اینها رو برای خودشون کمال میدونند. الله عز و جل اینها را برای اینها ویل و هلاکت و تباهی ذکر می‌فرماید. ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. این مطففین، این کسانی که کمکاری میکنند، کلاهبرداری میکنند، خیانت میکنند، در مال مردم به مردم کیل و وزن کم میدن، به مردم وقتی که بنزین میدن به جای 20 لیتر 18 لیتر میدن، به مردم وقتی که جنس میدن به جای خوبش بدش میدن، قلابی میدن، به مردم وقتی که با مردم معامله میکنن اونجا ضعف و کوتاهی از خودشون نشان میدن. اما و اذا کالوهم و وزنوهم، وقتی که نوبت خودشون باشه اونجا مال خودشون را به صورت کمال دریافت میکنن. الله میفرماید الا یظن اولئک انهم مبعوثون. اینا فکر نمیکنن فردا در محضر ما اینها بلند میشن و در محضر ما احضار کرده میشن لیوم عظیم، در اون روز بسیار بزرگ. این تهدید اخروی هست، این تخویف اخروی هست. در دنیا الله عز و جل با اهل تکفیر، با قوم شعیب چیکار کرد؟ الان بازارهای ما چرا کاسده؟ بازارهای ما چرا با شکست مواجه شده؟ چرا ما گرچه یک بخشش برمیگرده به سیاستهای نادرست ما که من نمیخوام اون بخش وارد بشم، سیاستهای اقتصادی که بالاخره در مدیران ارشد دارن، ناتوان هستند، عاجزند و خود بزرگان گاهی اذعان میکنند که تو بسیاری از کارها مشکل دارن، در مدیریت ها مشکل دارن، ولی یک بخششون به ما مردم برمیگرده. چرا ما ضعف خودمون را نگاه نمی کنیم؟ عموما کاسب ها
وقتی که ورشکست میشوند به دنبال ملاها میرن تعاویذ میخوانند که میخوان فکر میکنن که حتما یا سحریه یا جادویه یا چشمیه یا فلانه. نه عزیزم، اینها همه برمیگرده به عملکرد خود ما نمیدونیم که از کجا ضربه میخوریم، ما نمیدونیم که از کجا این بلاها برای ما میاد، از کجاست که ورشکست میشیم. اینجاست الله میفرماید شما همش گرفتار میشید، چرا توبه نمیکنید؟ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. عزیزان، الله عزوجل از ما این انتظار را دارد، از ما اینو میخواد که ما در همه چیز مسلمان کامل بشیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. مسلمان کامل، مسلمان 100%. علما اینجا نشستن، خدای عزوجل نفرمود ادخلوا فی الاسلام کافة، فرمود ادخلوا فی السلم کافة. سلم همون اسلام هست، اما سلم به معنی صلح هست، یعنی با خدا صلح میکنید. صلح ما در صورت احکامات اسلامه. وقتی که احکامات اسلام را ما زیر پا میگذاریم، وقتی که احکامات اسلام را ما نادیده میگیریم، ما در واقع وارد جنگ میشیم. الله عزوجل ضربه میزند. الله تعالی در همین دنیا، اینم لطف خداست. گاهی خدای تعالی در دنیا حالاتی میاره و بالخصوص انسان اگر متوجه بشه و برگرده توبه بکنه، تذکر بگیره، پند بگیره، این لطف خداست. لذا الله عزوجل از ما انتظار داره که کاملا در صلح، در قرارداد، در اسلام داخل بشیم. ما متاسفانه گاهی در مسجد رعایت میکنیم، در بعد عبادات رعایت میکنیم، در بعد معاملات رعایت نمیکنیم، یا در بعد معاشرت آداب زندگی رعایت نمیکنیم. آداب زندگی ما همون آدابی هست که از دشمنان گرفتیم. رسومات ما، چه بسا عروسی های ما، همون غفلت، همون رقص، همون پایکوبی، همون معصیت، همون شرابخواری و میخواری که در مجالس کفار دیده میشه. خیلی از مراسم ما امروز با آنها تفاوتی ندارد. در بسیاری از مراسم دود هست و اعتیاد هست و از کنم چرس هست و تریاک هست و مشروب هست. گاهی بعضی شهرهای بزرگ که تو این تالارها میگیرند الان مشروب عادی شده. مشروبی که الله عزوجل بیش از 1400 سال پیش حرامش قرار داد و فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان. اینا گندن، اینا نجسن، اینا عمل شیطان و رفتارهای شیطان هستند. فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اگر فلاح میخواهید، اگر موفقیت میخواهید، اگر سربلندی میخواهید، از اونها دوری کن. دوباره مسلمان و جوان مسلمان برگشته، هم میفروشد، هم وارد میکند، هم تو مجالس خودش پخش میکند، هم تو انستا با افتخار بطری شراب را به دست گرفته که من بالاخره پیشرفت کردم. ببینید این پیشرفت، این جاهلیت است. اون چیزی است که رسول محبوب خدا صلی الله علیه و سلم دفنش کرد. قرآن کریم الله عزوجل دستور داد اینها نباشد. امروز دود به عنوان یک افتخاری هست، امروز بی‌حجابی به عنوان افتخار هست، امروز بی‌مندوباری به عنوان افتخار است. چقدر مفاسد هست، چقدر گناه، چقدر معصیت توی فضاهای مجازی، چه ارتباطات نامشروع. عزیزان، اینها هستند که الله عزوجل به این سمت اشاره می‌کند. افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا. آیا اهل شهرها، روستاها، دهات ایمن هستند، بیغم هستند، نمی‌ترسند که عذاب ما شبانه بیاید
و هم نائمون، اونا در حال خوابن. مگر نمیبینیم چطور گاهی شبانه عذاب میآید؟ نمیشنویم. چرا درس نیست؟ چرا عبرت نیست؟ او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحی. آیا اهل قرآن، اهل شهرها ایمن هستن، بیغم هستن از اینکه عذاب ما در وقت روز، وقتی که ضحی یعنی خورشید زده بالا همه جا روشنه و هم یلعبون، اونا تو الله و لعبشون هستن، تو بازیهایشون هستن، تو معاملاتشون هستن، تو کارهای بیهودهشون هستن. ناگهان سیل میاد، ناگهان عذاب میاد، ماشین ها رو مثل طفاله ها زیر رو میکند و میبرد. هرچی یا فلان و یا فلان فریاد میزنه، این پروایی ندارد. اینها چیزایی هستن که قرآن اینها رو بیان کرده. دلیل همه اینها چی هست؟ همه این منکرات هست. افامنوا مکر الله. الله میفرماید که از تدبیر الهی، از مکر الهی، از عذاب الهی بیغم هستید؟ چه کسی بیغم هست؟ چه کسی ایمن هست؟ چه کسی بی‌پرواست؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. اونهایی که واقعا خسر دنیا و آخره باشد، اونهایی که زیانکار هستند، اونها غافلند. اما مؤمن نباید غافل باشد. الله عز وجل در ادامه همین آیات می‌فرماید تلك القرى نقص عليك من انبائها. قبل از این واقعات انبیاء گذشته آمده، واقعات قوم نوح آمده، قوم شعیب آمده، قوم صالح آمده، قوم هود آمده، قوم لوط آمده. الله تعالی در سوره مبارکه اعراف است، الله میفرماید تلك القرى نقص عليك من انبائها. این قرآن، این شهرها که ما داستانهایشون رو برای شما تعریف میکنیم، اینها رسولشون، پیامبرانشون، خیرخواهانشون، دعوتگرانشون با خیرخواهی آمدند، اما اونها گوش نکردند. مثل عزیزان امروز و بعد الله تعالی میفرماید شما را بعدا وارث قرار داد. حالا ببینید عملکرد شما چی میشه. امروز همون ندای قرآن، همون صدای قرآن در واقع زمزمه گوش ما باشد که وارث اونها ما هستیم. ما اگر مثل اونها عمل کنیم، ما اگر غفلت بکنیم، ما اگر این مفاسدی که بنده به بعضی اشاره کردم، متاسفانه امروز گناه در تمام بخش ها وجود دارد. از کردم در معاملات چه مفاسدی هست، چه ظلمی هست، چه ستمی هست، چه احتکاری هست. امروز به خصوص کشور ما تمام شده احتکار، تمام شده فریب، تمام شده کلاهبرداری. چرا ما از خدا نمی‌ترسیم؟ امروز در قسمت معاشرت، آداب زندگی، حقوق همدیگر، همه حقوق تلف میشه، همه حقوق ضایع میشه. حق والدین، حق اولاد و فرزندان، حق زن، حق شوهر، هر یکی نسبت به حقوق دیگری کوتاهی میکنند. هر کسی که قدرتی دارد به اون قدرت خودش افتخار میکند و نادیده میگیرد. در قسمت میراث چه ظلمی هست، مظلوم حقی ندارد، زن سهمی از میراث ندارد، یتیم مالش حیف و میل میشه. و اینا قرآن کریم به عنوان گناهان و به عنوان عذاب ذکر می‌فرماید. ان الذين يأكلون اموال اليتامى انما يأكلون في بطونهم نارا. اینایی که مال یتیم میخورن، اینا در واقع تو شکمشون آتش میخورن، آتش وارد میکنن و سیصلون سعیرا و دیری نخواهد گذشت، اینها وارد جهنم میشن. مردم پروا ندارن، ربا علنا انجام میگیرد. ربایی که الله عز وجل میفرماید فأذنوا بحرب من الله و رسوله. هر کسی که باز نمی آید آماده جنگ خدا و رسول بشه. امروز مردم با حیله العیاذ بالله سر خداوند خواهند گلا بزارند. خدا مگه نمیدوند
خدایی که عالم الغیب و شهادت است، خدایی که نهان و عیان را میداند، مخفیات و ظاهر را میداند، اون خدا مگه نمیفهمد که دو دست میکنی، دست به دست میکنی، میخوای حیلهش کن درست کنی؟ قوم بنی اسرائیل برای شکار روز شنبه حیله بازی کردن، تبدیل به چی شدند؟ عزیزان اینها مشکلات ماست. ما باور نمی‌کنیم این مسائل، این بیچارگی ها، این بدبختی ها، این کرونا ها، این آبلمون ها، این سیلاب ها، این طوفان ها، این آتش سوزی ها، این ظلم ها که هر جا ظلم بر مظلوم، هر جا ستمگر ظالمه، هر جا بمب میریزه بر مظلومین، بر انسان ها، بالخصوص بر مسلمان ها. کافر اصل دار جزایش اون دنیاست، اینجا خدا محافظه میکنه. تو قرآن نمونه ها زیاد است، اما مسلمان رو خدا زود گوشمالی میده. بعضی میگن چرا کفار در از کنم رفاه هستند، در بهترین زندگی هستند. الله تعالی در قرآن میفرماید، یه جای میفرماید که اگر بیم این نبود که مردم همه به طرف کفر میروند، الله میفرماید من به کفار چنان میدادم که خانه هایشون از طلا و نقره باشد. ولی بعدا این خطر است که همه فکر میکنن اونا در مسیح حق هستند، راه کفر راه درستی است. سوره زخرف است، عین کلمه زخرف هم به معنی طلا است. لذا اما مسلمان الله تعالی در همین دنیا، چون از کردم رب مهربان است، در همین دنیا مسلمان را گوشمالی میده. ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اون چی که برای شما میآید به سبب عملکرد خود شماست، خیلی ها را خدا نادیده میگیره. و یعفو عن کثیر. لذا عزیزان چه باید کرد؟ اینش مهمه. از کردم بغیر از این که بر همون طریقی که انبیا اصلاح کردن، بغیر از این که اون طریق را ما بگیریم راه دیگری وجود ندارد. اینجا علما هستند، مصلحانند، مربیانند، معلمانند، دعوتگرانند، دلسوزانند. علما هم باید بدانند که انبیا بر فرد کار کردند. انبیاء گذشته به اجمال در قرآن داستانشون آمده، اما در قرآن و سنت روش های اصلاح رسول الله صلی الله علیه و سلم که تلاوت قرآن، تزکیه و اصلاح، تعلیم قرآن و حکمت و سنت بود، به تفصیل آمده. صحابه از کجا رسیدن به کجا؟ همیشه یاد میکنیم که صحابه قبل از بعثت رسول الله عقب مانده‌ترین اقوام دنیا بودن. اون زمان این ابرقدرت‌های فارس و روم هر یکی از بلاد را تسخیر کرده بودن. یکی یمن مثلا مال ایران بود، شام مال روم بود. همین بلادی که امروز بلاد اسلامی هستن. اما سرزمین حجاز این عرب‌های سرلخت و بالخت همه اینها را میگفتن اینا غیر متمدنن، اینا پیشرفته نیستن، اینا وحشیان، اینا هیچی به گردن نمیگیره. و دور اونها را میگویند، علما هم تو کتاب‌ها میخوانند دور جاهلیت میگویند. جاهلیت محض بود. شنیدید عبادتشون چطور بود، اخلاقشون چی بود، اعتقاد و باورشون چی بود، تفصیل من نمیپردازم. اما وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلاح را آغاز کردند، تربیت و تزکیه را شروع کردند، به همون منهجی، به همون روشی که الله عزوجل در قرآن بیان. سبحان الله، از کجا به کجا رسیدن؟ همونهایی که دورشون دور جاهلیت گفته میشه، بعد از تعلیم رسول الله، بعد از تربیت رسول الله، الان ما به اون دور میگیم خیرالقرون. الان دوری اونها برای ما خیرالقرون هست، بهترین دور، عهد طلایی.
عهد ارزشمندی که دنیا مثل اون عهد و زمان تا به حال ندیده و نخواهد دید. رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند. کسانی که به قول سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شتربانی و شترچرانی را بلد نبودند، اینها شدن لگام انسانیت را به دست گرفتند. کسانی که مردم متمدن اون روز دنیا اینا را به انسان حساب نمی آوردن، در مدت کوتاهی الله عزوجل تاج و تخت اونها را به وسیله اینها سرنگون کرد. تکبیر! اونهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه خندق وقتی که اون ضربه را میزد بر اون سنگی که جلوی راه خندق بود و جرقه‌ها از او خارج میشد و در جرقه‌های مختلفی فرمود که من کاخها و محلات مجلل ایران را میبینم، ساختمان‌های سرخ روم را میبینم، کاخهای صنعای یمن را میبینم. و منافقین مسخره کردند، گفتند ما از ترس برای قضای حاجت و برای دستشویی نمیتونیم بریم، ایشون خواب ایران و روم را میبینند. ولی اون منافقین نیستند که الان ببینند بعد از اون در مدت کوتاهی چه شد. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی كل شیء قدیر. عزیزان همه چیز به دست رب العالمین. ما واقعا وقتی که صادق باشیم، ما مؤمن واقعی باشیم، ما فقط از خدا بخواهیم، ما رابطه‌مون فقط با رب باشد، ما در اصول و فروع دستورات اون رب را به جا بیاوریم، در عبادات، در معاملات، در معاشرت، در سیاست و صداقت، در تمام امور، در اخلاقیات. اخلاق روز متاسفانه تمام از بین رفته، اخلاقی باقی نمانده. هر جا خلف وعده هست، هر جا دروغ هست، هر جا عهدشکنی هست، هر جا تعصب قومیت هست، هر جا متاسفانه بیبندوباری هست، دود هست. چند روز پیش دیدیم شاخ در آوردیم از همین سراوان بود، آقای گرفته بود از چند تا بچه 8 سال و 9 سال و سن اعتیاد الان به 8 سال رسیده. آیا هنوز ما باید بی‌تفاوت باشیم؟ هنوز ما باید دست در دست بگذاریم؟ منتظر بشیم که معجزه بشه؟ آیا منتظر پیامبر دیگه باشیم؟ چه کسانی باید با این بدبختی ها مبارزه کنند؟ چه کسانی اینها را باید از بین ببرند؟ همین شما علما، همین شما ریش سفیدان، همین شما جوانان، همین شما غیوران، غیرتمندان. باید هر یکی از ما غیرت صدیقی که حضرت ابوبکر صدیق فرمود اینقص الدین و انا حی، ابوبکر زنده باشد و در دین خدا ضعف بیاد، در دین خدا کوتاهی بیاد، با وجود ما آیا منکر باید این غیرت باشد، با وجود ما آیا مفاسد، با وجود ما آیا بیبندوباری، با وجود ما آیا بچه های ما این نونهالان، اینهایی که در قلبشان باید آیات قرآن ترسیم بشه، بر قلب پاک اینها دود و جا را میگیره. احتیاط اینها چرا با اینقدر بی‌تفاوت؟ عزیزان اگر بی‌تفاوت باشیم آب میبرد ما را. لذا تنها راه اینه که به احکام الله، به دستورات الله در اصول و فروع، در مسائل خود و کلام جزئی و کلی اطاعت کنیم، فرمان ببریم. اون چیزی که از فرهنگ‌های دیگه وارد شده با اینها مبارزه کنیم. این تنها وظیفه علما نیست. علما الان هم سکوت کردن، میبینن که حرفشون مشتری نداره، خریدار نداره، توجه نمیشه، جوانان توجه نمیکنن. توجه نکنه، ما وظیفه ما بگیم. اون چیزی که امروز
در میان جوانها هست، در این فضاهای مجازی، در این اینستاها، در این واتساپ‌ها، تلگرام‌ها، این ارتباطات، اینها همه نامشروعه. معتقدم اگر امروز زمان وحی بود شدیدترین و سختترین آیات بر این افراد نازل میشد. اینها کسانی هستند بدانند این جوانها که اینها کسانی هستند، اینهایی که عکسای مبتذل، کلیپ‌های مبتذل، موسیقیات مبتذل، ارتباطات را ترویج میدن و این را به عنوان افتخار مشروب را ترویج میدن و به عنوان افتخار به جایی که کلام الله در دست باشه بطری شرف در دستش هست. اینها کسانی هستند ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا. الله میفرماید کسانی که میخواهند فواحش را، منکرات را، بی‌بندوباری را، مفاسد را در میان مؤمنین شایع بکنند، مسلمانان را آلوده بکنند، زن و مرد مسلمان را آلوده بکنند. الله میفرماید لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. برای اونها عذاب دردناک است، هم در دنیا دامن اونها را میگیرد، هم در آخرت اونها را از بین میبرد. اینها الله عزوجل ما را به سوی معروفات دستور میده. جوان مسلمان، دختر مسلمان، پسر مسلمان میآید و منکرات را اشاعه میکند. یرید الله ان یبین لكم و یهدیکم سنن الذین من قبلكم و یتوب علیکم. خدا میخواد راه درست را برای شما تعیین بفرماید، شما را راهنمایی بفرماید، شما را در مسیر حق گامزن بفرماید. و یتوب علیکم، الله میخواد بر شما رجوع کند، بر شما رحمت بفرستد، شما را ببخشد، بر شما مهربانی کند. والله علیم حکیم. خدا میدوند، دانا هست، با حکمت است. اما و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. این کسانی که شهوترانها هستند، اینهایی که طالبان شهوتند، اینهایی که طالبان مفاسد هستند، اینها میخوان شما از مسیر حق منحرف بشید، اینها میخوان شما به مسیر بی‌بندوباری قرار بگیرید. لذا عزیزان این جای فکر اینها فرزندان ماها هستند، مسلمان ها هستند، دستشون را نباید بگیرید. آیا علما نباید به صورت انقلابی قیام کنند تا همه منکرات؟ آیا دعوتگران، تبلیغیان، آیا ریشسفیدان، متنفذان، اونایی که حقشون خریدار داره، آیا تحصیل کردگان نباید قلمهایشون را جاری بکنند، نباید حرکت بکنند؟ اگر ما همینطور باشیم قطعا این همه آیات خواندیم، قطعا منتظر بدبختی‌های بدتری باشیم. این اون چی که گذشت از کرونا و از بقیه مریضی‌های ایدز و فلان یا این سیل‌ها و زلزله‌ها و آتش سوزی‌ها، اینا تمام گوشمالی بود. الله تعالی در قرآن می‌فرماید فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. چرا وقتی که این عذاب‌های ما میاد اینا تضرع نمی‌کنند؟ چرا مردم به سوی ما رجوع نمی‌کنند؟ به جای تضرع مسخره می‌کنند. ولکن قست قلوبهم. دیدید، مشاهده فرمودید مردم برای کرونا کلیپ درست کردن به صورت مسخره کردن. این ولکن قست قلوبهم است، دلها سخت شده. الله تعالی میفرماید فلما نسوا ما ذکروا به. وقتی که مردم تذکرات ما را فراموش کنند، وقتی که مردم این گوشمالی هایی که ما میدیم نادیده بگیرند، بعدا ما چه کار میکنیم؟ ما اول خودمون این مشکلات را دور میکنیم. فتحنا علیهم ابواب کل شیء. در هر چیز باز میشه، رزق فراوان، صحت، سلامتی، عافیت، خوشحالی، فرصتی، همه چیز زیاد میشه. فتحنا علیهم ابواب کل شیء تا اینکه عذاب من ناگهان میاد، اون وقت میشه حل شد. الله نجات. عزیزان این راهکاری که قرآن میگه تنها راهش اینه. در همه مسائل ما باید صادق باشیم، ما باید با تقوا باشیم،
خدا ترس باشید. اگر با تقوا خدا ترس باشید، در ابتدای همین آیاتی که تلاوت کردم الله میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل شهرها، روستاها و دهات اگر ایمان درست، ایمان صحیح، اعتقاد و باور صحیح و تقوای درستی داشته باشند، لفتحنا علیهم برکات من السماء، برکات سماوی و زمینی را ما میگوشند. اصل مشکل اینجاست. صحابه وقتی که عرض کردم اون مسیری که قرآن میگه، اون تربیتی که رسول الله داد برایشون، اون درسی که از رسول الله و از قرآن گرفتن. اولا درس، من از خدمت علما همیشه خواهش میکنم قرآن را به اون ترتیبی که نازل شده ببینه. اول کدوم آیات نازل شده؟ آیات سوره های مکی ببینن توها چه مضامینی هست. بیشتر تو آیات سوره های مکی 3 موضوع هست. یک، توحید و یگانگی خدا، هر چی غیر الله است از دل بیرون کن، موحد کامل باش. موحد چو در پای روزی سرش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد چه کس، بر این است بنیاد توحید و بس. اونا قبلا از این درخت و از این چوب و از اون قبر و از اون بت و از اون از کنم نماد غیر الله میترسیدن، الان بعد از این از هیچ که نمیترسیدن، فقط جلوی یک رب کرنش میکردن، فقط از یک رب میخواستن، فقط یک رب را صدا میزدن. فادعوا الله مخلصین له الدین. اولین موضوع توحید. دومین موضوع قیامت. اگر قیامت نباشد این همه مشکلات است. میدونید یکی از دلایلی که مسلمانان اینقدر جرأت پیدا کردن بر گناه، قتل و خونریزی چه اندازه زیاد شده، ظلم چقدر زیاد شده، حق تلفی چقدر زیاد شده، خوردن مال یتیم، بقیه مفاسد و بی‌بنده‌باری. اینا دلیلش چیه؟ علامه ندوی رحمت الله علیه میفرماید یک الحادی هست، یک الحاد و ارتدادی هست، خاموش، آهسته آهسته اون ارتداد و الحاد نسبت به قیامت، باورها نسبت به قیامت ضعیف شده. اگر ما میدونستیم که فردا ایستگاهی هست، توقفگاهی هست، دوباره زنده میشم، از من حساب و کتاب میشه، از معاملات من میپرسن، از ادای حقوق میپرسن، از عباداتم میپرسن، از بقیه مسائلم میپرسن، از اخلاقم. اون وقت دست از خلاف نمیکنم. اینجاست از سوره کاف تقریبا تا آخر قرآن نزدیک به 50 سوره هست، بیشترشون موضوعشون قیامت است. اسم سوره ها سوره قیامت، سوره قارعه، سوره واقعه، اینا همه یعنی قیامت. سوره ها به نام قیامت چندین سوره. سوره حقه، الله عزوجل سوگند یاد میکند، به مخلوقات سوگند یاد میکند، به بادها سوگند یاد میکند، به ابرها سوگند یاد میکند، به فرشته ها سوگند یاد میکند که قیامت برپا شد. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمقدرات امرا يوم ترجف الراجفه. این بعد از این قسم ها درباره قیامت که قیامت و یک لرزش و یک زلزله برپا میشه. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. الله به اینها یا فرشته یا بادها بر اساس اختلاف اهل تفاصیل سوگند یاد میکنه که اون چیزی که رب به شما وعده داده واقع میشه. چه نیازی است این رب قسم بخوره؟ قسم میخوره تا در دل من تو بنشینه که قیامتی هست، باورش بکنید. عزیزان، دومین چیزی که در این سوره های ابتدایی نازل شد اعتقاد به معاد. اول به مبدأ توحید، دوم به معاد، سوم اخلاق.
مباحث اخلاقی که اخلاق خودش دایره بسیار وسیع دارد. دروغ بد اخلاقی هست، وعده خلافی بد اخلاقی هست، بدچشمی بد اخلاقی هست، از کنم که کلاهبرداری بد اخلاقی است، این تطفیف و کمکاری بد اخلاقی است. اینا تمام گناهان مفاسد تمام بد اخلاقی است. بیشتر این سه موضوع است. احکام تو سوره مدنی است، در سوره مکی است احکام فقط نماز است که نماز رابطه بین عبد و معبود است. بقیه زکات، حج، روزه اینا تمام بعد از 13 سال کم کم در مدینه خیلی شروع شد. اصل اینها هستند. باید جوانان را، این جوانان پاک را، دختران، پسران در قلب اینها یکی عظمت و توحید خدا و دوم قیامت و خوف از عذاب خدا جای بگیرد. اینا به وسیله تعلیم میشن، به وسیله همچنین مواعظ میشن، چنین جلسات میشن و به وسیله درس‌های قرآن. متاسفانه درس‌های قرآن ضعیف هست و جایی که برگزار میشه خریدار نیست. بعضی از علما درس دارن میگن چند نفر میشینن، میگه 10-20 نفر میشینن. از این همه جمعیتی که تو هر محله 2000-3000 نفر جمعیت داره، 10 نفر میشینن، یا چند درصد رو تشکیل میدن؟ 1% و 2% هم نیست. لذا عزیزان تنها راه بازگشت به قرآن است، بازگشت به دعوت الله است، بازگشت به پیام انبیاء و اون چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای نجات ما به ارمغان آورده. الله عز و جل به ما توفیق بده. فقط این نکته آخر یادآوری بکنم که ببینید صحابه همین هایی که عرض کردم در دور جاهلیت بودن، اینها وقتی که اون تعلیم را درست گرفتند، وقت تمام شد، بخشی صحبت درباره صحابه بود که نشد. اینها از کجا به کجا رسیدند؟ از نظر ایثار، خودگذشتگی، محبت، مهمان نوازی، عبادت، نفی غیر الله، توحید و یکتاپرستی، از هر جهت، از جهت ایمان، اعتقاد، عمل، نماز، اخلاق، ایثار، از نظر حب دنیا و از کنم که زهد نسبت به دنیا کجا رسیدن؟ می گفتن که وقتی که ندا می آمد که خرج کنید در راه الله، یکی کل مال را، یکی نصف مال را، یکی 300 شتر، یکی 700 شتر، یکی 100 شتر، یکی کمتر و کمتر. وقتی که می گفتن جان تقدیم بکنید، اونی که لنگ بود اون میرفت میگفت که من معاف نیستم، اونی که مریض بود میگفت من معاف نیستم، اونی که بالاخره تازه ازدواج کرده شب زفافش هست اون میره، همه میرن در راه الله، جام شهادت نمیشن. چه چیزی باعث شد؟ چه چیزی باعث شد که صحابه از اون وضعیت قبل از اسلام به این وضعیت برسن؟ عزیزان همین تعلیم بود، همین قرآن و سنت بود. الان این قرآن خاصیت خودش را از دست نداده. به قول علامه ندوی بقیه چیزها خاصیت خودشون را از دست ندادن. زمین همون خاصیت خودش را دارد. هنوز از شخم بکن، هنوزم حذف بکن، بعد گندم میروید، جو میروید، نمیدونم سرعت میروید، هر چی بکاری انواع میوه‌ها هستن. آسمان خاصیت خودش را از دست نداده، هنوز باران میره. بقیه چیزها خاصیت خودشون را از دست ندادن. چرا انسان خاصیتش را از دست داده؟ چون که بر این قلوب، بر این دلها اونطوری که باید کار بشه، اونطوری که باید از قرآن استقبال بشه، اونطوری که باید از دین استقبال بشه، اونطوری که باید به دین عمل بشه، اونطوری که باید باور و یقینمون پشت باشه، اون نیست، وجود ندارد. لذا عزیزان تنها راه بازگشت به دین، بازگشت به سنت های رسول الله است، بازگشت به منهج و راه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، ائمه بزرگوار، اولیاء کرام. تنها راه اینه که ما برگردیم به این مسیر. اون وقت انشاءالله موفقیت را در دنیا هم میبینیم، عزت و شکوه را در دنیا هم میبینیم، همونطوری که بهترین قرون دیدن و در آخرت هم ما میبینیم انشاءالله لطف پروردگار را، رحم و محبت الله عز و جل را. الله تعالی به ما توفیق بده ما درک درستی از زندگی داشته باشیم، ما مسیر را ببینیم و بعدا در این مسیر گامزن بشیم،
حرکت بکنیم و رب سبحانه و تعالی از ما راضی بشه و به ما توفیق بده ما زندگیمون را با رضای او سپری بکنیم، با رضای او از این دنیا بریم و با رضای او به ملاقاتش بریم. اقول قولی هذا و استغفر الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تکبیر. لقد بعد الصحبة دعائي بشاء الله عز وجل قبول بفرماية الله الرحمن لطف بفرماية. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر، ولك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وقرة أعيننا وجلاء أحزاننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إله العالمين يا رب برمار رحم بفرما، يا الله برمار رحم بفرما. بندگان ضعیف تو هستی، بندگان گناهکار تو هستی که در زندگی خودمون دچار اشتباه شدیم، دچار لغزش شدیم، تو را رنجاندیم، تو را نافرمانی کردیم. پروردگارا یا رب ما را مؤاخذه نکن. اله العالمین مؤاخذه برای دشمنان تو است، مؤاخذه برای کفار است. پروردگارا ما بندگان مؤمن توییم، ما به تو ایمان داریم، ما توحید تو را باور داریم، ما فقط تو را عبادت میکنیم. ای الله ما بغیر از تو از هیچ کسی نمیخواهیم، از هیچ کسی حاجت نمیطلبیم، هیچ کسی را فریاد نمیزنیم، در هیچ کسی را دستک نمیزنیم. مولا به برکت این ایمان، به برکت این توحید، به برکت این یکتاپرستی ما را ببخش. پروردگار به اعمال ننگین ما نظر نفرما، پروردگار به کوتاهی‌ها و ضعف‌های ما نظر نفرما. پروردگارا یا رب ما را مؤاخذه نکن، یا الله ما را مؤاخذه نفرما. پروردگارا ما را گرفتار عذابت نکن، ما را گرفتت نکن، ما را از رسوایی دنیا و آخرت نجات بده. پروردگارا بر ما رحم بفرما، بر ما فضل بفرما. مولا ما فضل تو را میخواهیم. ای رب مهربان، ای رب کریم، ای رب رحیم، ای رب عفو، ای ارحم الراحمین، ای ذا الجلال والاکرام، ای ذاتی که تمام صفات زیبا زیبنده تو است. این صفات را تو خود برای خودت تعریف کردی و بیان کردی. با این صفات تو را صدا میزنیم، با این صفات تو را فریاد میزنیم. بر ما رحم فرما، ما را ببخش،
وما را از فتنها نجات بده، ما را از مفاسد نجات بده، فرزندان ما را نجات بده، جوانان ما را نجات بده، اولاد ما را از آلودگی نجات بده. پروردگار ما عاجزیم در مقابل مفاسد، پروردگار ما ناتوانیم، ما ضعیفیم. یا الله بر ما لطف بفرما، یا الله به ما قوت بده، به ما راهکار بده، ما را راهنمایی بفرما. پروردگار اصلاح بفرما و ما را سبب اصلاح، هدایت بیار و ما را سبب هدایت، تزکیه و اصلاح بفرما و ما را مسبب قرار بده. پروردگارا یا رب بر جوانان ما، بر دختران ما، بر پسران ما ترحم بفرما. منکرات را، مفاسد را از جامعه ما بردار. پروردگار را دود را بردار، مشروب را بردار، بیبندوباری را بردار، اختزال را بردار. پروردگارا یا رب همه ما را مطیع خودت بگردان، همه ما را پیرو دستورات خودت بگردان، همه ما را متبع سنت رسول و حبیبت بگردان، همه ما را بر مسیر حق گامزن بگردان و ما را از بندگان مردود نگردان. مولا به سبب کوتاهی های ما، به سبب بی‌ادبی های ما، به سبب ضعف های ما را از اشقیا و محرومین نگردان، ما را از در خودت نران، ما را پروردگارا نزن. اله العالمین ما را ترد نفرما، ما بنده تو هستی، ما ناامید از رحمتت نیستی. بر ما لطف و مرحمت بفرما و ما را بر مسیر قرآن و سنت گامزن بفرما، ما را در مسیر بهشت گامزن بفرما، در مسیر رضای مولا گامزن بفرما. ای رب از ما راضی باش، از ما خوشنود باش و ما را در رضای، در راه رضایت موفق بدار. پروردگارا اله العالمین مشکلات ما را حل بگرد، مشکلات جامعه ما را حل بگردان. این عزیزانی که در دلهایشون مشکلات هست، مشکل کشا، ای حاجت روا، ای ذاتی که از راز سینه ها خبر داری، ای علیم بذات الصدور، تو خود میدانی علی که از این بندگان چه خواستی را، خواسته های جایز و مشروع را برآورده بفرما، حاجات را دور بگردان. پروردگارا اله العالمین هدایت را عام بگردان، ایمان را عام بگردان، تعلیم قرآن را عام بگردان، مدارس ما را ترقی و رونقی بیشتر عنایت بفرما. این مدرسه را، مدرسه گوشت را که اینا امید همه ما مسلمانان هستند، اینا را ترقی روز افزون عنایت بفرما. پروردگارا بعد از این علماء صالح که امروز ذکرش شد، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف، حضرت مولانا دیغان، حضرت مفتی خالد، حضرت صاحب مولانا عبدالواحد، حضرت مولانا محمد انور، بقیه اساتید و علماء، بعد از اینها مولانا غلام رسول، بعد از اینها مولانا دوست محمد، بعد از اینها ما را ضایع نگردان، مولانا عبدالعزیز سعادت. پروردگارا بعد از این اسلاف ما را به فتنه ها گرفتار نکن، ما را خلف صالح و فرزندان و جانشینان صحیح در مسیر اونها بگردان. پروردگارا اون اخلاصی، اون للهیتی، اون تقوایی، اون خدا ترسی که اونها داشتن به ما شمعی نصیب بفرما، به ما لطف بفرما مولا، به ما لطف بفرما. ای الله به ما توفیق بده چند سبایی که زنده هستیم طاعت و بندگی کنی، در راه تو کوشا باشی، تو را راضی بکنی از منکر و از معصی و از راه، از اون چیزی که تو را ناراضی میکنن، ما را توفیق دوری نصیب. اله العالمین بر ما لطف بفرما، بر جامعه ما لطف بفرما، همه مشکلات را حل بفرما، وسیله آزادی زندانیان فراهم بفرما، بی اولادان را اولاد بده، جوانانی که در انتظار ازدواج و عروسی هستند، پسران و دختران، پروردگار موجبات ازدواج را فراهم بفرما، مشکلات را حل بفرما. جامعه ما را جامعه ایمانی، جامعه قرآنی در مسیر قرآن و سنت هدایت بفرما. از ما راضی و خوشنود باش رب و خاتمه ما را با ایمان بگردان. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين
آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.